بزرگ حضرت دارالعلوم دیوبند رحمت الله تفسیر بنام معارف القرآن تفسیر داره مبارک 11 جلد. میگه وقتی که در روزه بهترین عالم به حضورش تیر میشدم شرمم آمد که خدا اگر زوا شخصیت های بزرگ از پیشتر گفتم که یک مجتهدی که خطا میکنه ثواب برش نشته میشه خطایش از ما خطا گفت روی ندارم چه که دارم که به حضور روزیش برم نزدیک پنجره برم دور میگه رفتم سلام داده تیر میشه. یک نفر میگه دم جالیش خدا چسبانده بود یک ناامیدی در دلم آمد که اگر در او جمع در میدان معشر اوجا نولیای کاری کده میتونه لقد به طلب زید کرد جز محبوب خدا او لوای عمد بهترین عالم که اما انبیاء در زیر از او بشر میشه شفاعت امت خدا میگه میگم تو پیش خود گریه کردم که ای جناب من خود روی ندارم به پیش جالی تو بیم خوشا باله کسی که در جالی تو نزدیک است اگر در میدان معشر هم نمانند نزدیک نشوند. مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت الله علیه پدر مفتی محمد تقی عثمانی میگن باری صدا را فرقم که گوش نمیشه اگه گوش ما را واری آدم تو صدایی است که به حساب گوش جان و گوش دل شنیده میشه اگرچه در صورت تو را بس مفتی صاحب از زبان پدر خود گفت ولی او حالتی است که هر کس او کیفیت دیدن میتونه شنیدن میتونه او گوش است دیگه گوش جان است میگه صدا از داخل روضه پر نور جناب پیغمبر نازنین چقدر امت گفت ما روی سیاه کجا میگه صدا آمد گفت که مفتی شفیع عثمانی مفتی میگه مرا گفت مطمئن باش هر کسی که پیرو سنت ماست هرچی دور باشه راه ماست کسی که پیرو ما نباشه که به وجودم نزدیک باشه نیست خدا او رو نصیب ما بگردونه که یک دم هر قدر دعوای محبت کنیم ولی دور باشیم عمل نداشته باشیم او را پیغمبر ما دوست داریم خدا عمل نصیب بگردونه او خوش میشه او پیغمبر ما اعمال امتش برده میشه پیش نشان داده میشه چرا که حیات و ممات ازی میگه قرآن عظیم و شان به شما خیر و برکت رحمت او کسی که میگه کار میکنه خوش میشه او کسی که عمل بد میکنه طلبی استغفار از پروردگار به او امت میکنه بی امت روی سیاه حضرت معاذ ابن جبل صاحب بیادبی پیش جناب مولوی صاحب بسیار مبارک است عالم است پیش عالم گپ زدن عین کوردلی و بیادبی است. معاذ ابن جبل صاحب والی یمن تعیین میشد بهترین عالم گفت تو نسبت عالم تر هستی مردم نو مسلمان شدیم در مسائل احکام بفهمند وقتی که میری اوجا بچه پیروی میکنی رو بعد قرآن بعد از قرآن اگر مسائل پیدا نشد گفته حدیث رسول مکرم و معظم ما اجماع و قیاس تا صبح حضرت معاذ بن جبل صاحب دیگه دلگیر بود که ما چه قسم از پیغمبر ما جدا شدم صبح شد جناب بهترین عالم تا به آخر کوچای مدینه منوره ایر امرایی که رفت امرایی گفت یا معاذ گفت مکرد باشه این اصطلاح بیخی مشهور است حدیث شریف است گفت شاید تو از یمن دوباره بیایی من زنده نباشم به زیارتم به سر قبرم بیایی ولی مطمئن باش هر کسی که پیرو ما است
پیروی از ما میکنه. اگر در یمن هم باشی محبت ما را داشته باشی هیچ مسجد حضور است. اگر پیرو من نباشی محبت ما را نداشته باشی، اگر همراه من باشی در یمن هستی از من دور است. همونطور شد. خداوند پیروی مکتب پیغمبر نازنین ما شما بده. پیروی از مکتب امی بزرگایی که اماما و پیشوای طریقت هستند. خدای ناخواسته عملی نکنیم که نام از یا خدای ناخواسته هر عملی که ما شما انجام بدیم ارتباط به مو بزرگای ما میگیره. اگر خوب بکنیم خوب، خدای ناخواسته بد بکنیم بد. که در روز دنیا هم در آخرت هم خدای ناخواسته. بریم بخیر. این چیز